برادران عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تنج کارباراتان خوب، سربلند باشید، خانوباد باشید، در کجای باشید نباشید، خداوند نگهبانتان باشه. خوب قنا هسته برادرای یگم قسم اینجا میدراین زنده باشن در کجای باشید نباشید، خداوند نگهبانتان باشه. خداوند بزرگ ما مسلمانان را ما بنده هاشه نگهبان باشه، پیش کار هممون کشاده کنه. خلق ما چه که در امن میمونه که در امن باشیم و آسوده باشیم و سربلند باشیم. سلام علیکم و علیکم السلام. چه خش موضوعنا سلام و علیکم و سلام موضوعنا بانو چه خش ما سوز تینجین کاراتون خوبه اما تلقاتیج. سلام علیکم و علیکم و سلام. چه کدی دون جوان آمین آمین. سربلند باشید. سلام علیکم و علیکم و سلام. مورک شو که رحمت خدا نصیب که پگه شو که میبرویم راستیگر چی گفتنیم هر یک کدام ما مسلمانان را خداوند بزرگ ببره در خانه خدا مکه و مدینه زیارت کنیم. البته هر یک مسلمان این آرزو را داره. ما دعا میکنیم که همه ما و شما را خداوند با آرزومون برسونه، سربلند باشند. این یک گروه نمی برادرها را هممون سرجم کرده. اسماعیل جان خدا خیرش قبول کنه. کروی ممکن است ایشالا که اولش خدا آخرش خدا. خداوند در دلم خیلی چی میگیم به قول خود بیزنسمنا صاحب کارا جا کدایو ما را این روی که است خونه خدا. ایشالا که سربلند باشید، خانوباد باشید، در کجای باشید نباشید، خداوند نگهبانتان باشه، خداوند یار و مددگارتان باشه. ما خواستم یک پرامو افیر کنیم و رو پروی شما صحبت کنیم، چخ کنیم. خیلی که میگن که غم اندوی دل عدل بیرون کنیم. خداوند بزرگ کسانی خیر کردن خیراشون قبول کنه. زنده باشید. ما که سفر داریم خداوند بزرگ اکما بار اول آمین سربلند باشه. هزار رحمت. ما که راستیگه بار اول یکم بار رفتیم مکه و مدینه خانه خدا زیارت بریم زیارت کنیم. خداوند اول ایمان مون مستحکم بگردونه. ایمان مون مستحکم بگردونه. بعد دیگه شیدن میگیره. همین ایمان مون که مستحکم گردون همه چی میشه. ما چی گفتنیم هر یک مسلمان خداوند بزرگ نمازهای خوندگیشه ایمانش مستحکم گردونه. زنده باشید در کجای باشید نباشید، سربلند باشید. سفرتان بی خطر باشد. هزار رحمت. راه سفید که ترین بهترین. زنده باشید. آمین که ما هم آمین میکنیم. خداوند بزرگ همه ما و شما را هممون مسلمانان را به خونه خدا به مکه و مدینه ببره برسونه. خداوند بزرگ پیش کارمون کشاده کنه، ایمانمون مستحکم بگردونه. بی رحمتی که ارحم الراحمین. الله اکبر. زنده باشید.